هدهد برای شما سخن میگوید. هدهد، مجله گویا برای تمامی سنین. دوازده داستان، اثر گلی ترقی. این داستان گلهای شیراز. گوینده محبوبه علی‌نیا. مادام یلنا معلم رقص است و کلاسش در خیابان نادری جنب پیراشکی فروشی خسروی است. در این کلاس می توان تمام رقص‌های دنیا را یاد گرفت. باله کلاسیک با کفش‌های مخصوص روی نوک پا، رقص لزگی، ارمنی، ایرانی، عربی، رقص مدرن آمریکایی به سبک فرد آستر، آفریقایی، هندی و رقص اسپانیولی با قاشقک‌های چوبی و باد بزن. گلهای شیراز نام کنسرت رقصی است که قرار است در تالار فرهنگ روی صحنه بیاید. اول در تالار فرهنگ و بعد روزهای جمعه در سینما متروپول. من و دوستانم گلهای شیرازیم. گلهای چاق، لاغر، دراز، موزوزی، سیاه‌سوخته و خپله، گلهایی از همه رنگ، عجق و عجق. رفتن به این کلاس برای خوشگذرانی است. کلاس 8 دبیرستان هستیم و سال 1332 است. شهر شلوغ است. تظاهرات، بگیر و ببند، تیراندازی. میگویند دکتر مصدق با توده‌ای‌ها ساخته است. میگویند شاه در قصرش زندانی است. میگویند ملکه ثریا از ایران رفته است. راست یا دروغ هر روز خبری تازه شایع می شود و همه این اتفاقها در گرمای 40 درجه تابستان شور و هیجان گلهای شیراز را تا حد دیوانگی بالا برده است. پدر و مادرهای ما نگرانند و اجازه دوچرخه سواری روی تپه‌های الهیه یا ولگردی در خیابان‌های اسلامبول و لاله‌زار را به ما نمی‌دهند. اما زورشان نمی‌رسد و گوش به دستوراتشان نمی‌دهیم. بزرگ شده ایم و هزار جور ادعا داریم. از شر کلاس پیانو خلاص شدم و خوشحالم. پیانوی پیر و نیمه جان را مثل فیلی بیمار روانه نمیدانم کجا کردند و جانم را نجات دادند. جان من و جان معلم‌های پیانو و دنیای موسیقی را. رفتن به کلاس مادام یلنا بهانه خوبی برای در رفتن از خانه است. خیابان‌های اسلامبول و لاله‌زار 2 جاده بهشتی است که از میان خواب و خیال‌های ما عبور می‌کند و پر از وعده‌های کیف‌آور و اتفاق‌های مسحور کننده است. مغازه‌های پوشاک، لباس زیر زنانه، بدننما با زرق و برق و تور و منگوله، سینماها، عکس‌های هنرپیشه‌های فرنگی، کوچه برلن و سر و صدایش، لات‌ها، متلک‌ها، نیشگون‌ها و کتاب فروشی معرفت ته خیابان لاله‌زار، مرکز شعر و ادبیات دنیا. آن همه کتاب، آن همه کلمه، آن همه فکر، آن همه خوشبختی. کلافه و گیج و دستپاچه‌ایم و برای بزرگ شدن عجله داریم. 1 ساعت پیش از شروع کلاس رقص سر چهارراه پهلوی جمع می‌شویم و از آنجا دوان دوان خودمان را به ساندویچ فروشی آندره می‌رسانیم. گلهای شیراز اشتهایی حیرت انگیز دارند و 2 تا ساندویچ کالباس را در جا می‌بلعند، شاید هم 3 تا. خیابان شاه تا نادری را پیاده می‌رویم و با سر و صدا وارد پیراشکی فروشی خسروی می‌شویم. از پیراشکی نمی‌شود گذشت. آخرین لقمه را نجویده فرو می‌دهیم و نفس زنان خود را به کلاس رقص می‌رسانیم. دیر می‌رسیم و مادام یلنا عصبانی است. لباس‌هایمان را با عجله عوض می‌کنیم و با بوی سیر و خیارشور و کالباس وارد سالن رقص می‌شویم. مادام یلنا می‌گوید که گل‌های شیراز باید بوی خوب بدهند و ما بوی گند می‌دهیم. به غیر از ما گل‌هایی هم هستند که علاقه‌شان به رقص و تمرین‌های بدنی جدی است. می‌توانند پایشان را تا نزدیک سر بلند کنند. می‌توانند از عقب قوس بزنند و سرشان را به زانو برسانند. می‌توانند روی نوک پا بچرخند و دست‌هایشان را بالا و پایین ببرند.
من و دوستانم از این کارها بلد نیستیم. شکمهایمان پر است و نفسمان در نمی آید. نه می توانیم خم شویم و نه می توانیم پاهایمان را هوا کنیم. میترا سکسکه های بلند می کند و مادام یلنا با عصبانیت پایش را به زمین می کوبد. با دستمالی توری دماغش را می گیرد. دستمال توری را توی یقه باز پیراهنش می چپاند و همراه با آهنگ ارمنی که دخترش با پیانو می نوازد می خواند. غیر بیا دختر غیر، ناز بیا دختر ناز. و ما که گلهای شیراز باشیم با شکمهای انباشته از پیراشکی غیر می دهیم و دور خود می چرخیم. مادام یلنا برای هر یک از ما به تناسب گلی که هستیم لباسی از پارچه و مقوا دوخته است. من گل لاله‌ام. دامن لباسم تا بالای زانوست و دور کمرش گلبرگ‌های لاله از جنس مقوا دوختند. سرم از لابلای این گلبرگ‌ها به زحمت بیرون می آید. لباس بسیار مزخرفی است. حس می کنم زندانی شدم و نمی توانم نفس بکشم. میترا با گردن دراز و موی دومسبی گل میخک است. گلبرگ‌های لباسش کوتاهند و تا پایین گردنش میرسند. شبیه قازی شده که سر از تخم درآورده باشد. مادام یلنا تصمیم گرفته کنسرت گلهای شیراز همراه با ساز و آواز و اشعاری از آقای رهی معیری باشد. ما گلهای شیراز اهل شعر و کتاب هستیم و تا اسم رهی معیری به گوشمان میخورد سخت به هیجان میاییم. روزی که به کلاسمان میآید سرخ و سفید میشویم و 1000 تا آه میکشیم. پریوش خودش را به قش میزند و میترا گریهش میگیرد. من 2 تا کتاب کلفت با خودم آوردم. آنها را زیر بغل میزنم و جلوی او رژه میروم. آقای معیری چشمهای سبز و قد بلند دارد و طوری به ما نگاه میکند که انگار عاشق همه ماست. دست کم ما اینطور فکر میکنیم. گلهای شیراز از شدت رقابت و حسادت به خود میپیچند و گازهای خشمگین به ساندویچ کالباسشان میزنند. قرار است شعرهای آقای معیری را آقایی که اسمی بسیار بلند و سخت دارد در بلندگو بخواند. این آقا چشمهای گرد سیاه دارد و هر بار که از کنار ما رد می شود نیشگونی از بازو و یا کمرمان می گیرد. گلهای شیراز از او دوری می کند. مادام یلنا علاوه بر رقص کلاس شمشیربازی هم دایر کرده است. معلم شمشیربازی پسری جوان است که کفش و جوراب سفید می پوشد و شلوارش آنقدر تنگ است که نمی تواند بنشیند. آقای معیری از یاد ما می رود و دست جمعی عاشق او می شویم. گلهای شیراز اهل بحث و سیاست هم هستند. من و 2 نفر دیگر طرفدار دکتر مصدقیم. 3 نفر دیگرمان طرفدار شاهند. ژنا میم توده‌ای است و طرفدار فقراست. میگوید پدرش کارگر معدن است و مادرش را به جرم پخش کردن اعلامیه علیه دولت گرفتند. چاخان میکند. خیال میکند ما خریم. ته کفشش را سوراخ کرده، خودش سوراخ کرده و پای دامنش را جر داده است. میخواهد برود روسیه و با گروه باله شوروی همکاری کند. مادام یلنا بحث سیاسی را در کلاسش قدغن کرده است. سکوت میکنیم اما در اولین فرصت به جان هم میافتیم. شاهی ها ردیف آخر میستند و از پشت سر به ما اردنگ میزنند. دختر اخمو و کم حرفی هم در این کلاس است که اسم واقعیش گل مریم است. پیش از شروع رقص نیم ساعت ورزش و نرمش میکنیم. گل مریم در این قسمت از برنامه شرکت میکند اما اهل رقص و غیر بیا دختر نیست. ایستد یک گوشه و نگاه میکند. مادام یلنا کاری به او ندارد. این دختر اهل کتاب و روزنامه است. کیفش پر از کاغذ و مجله است. با ماشین شخصی و راننده می آید و می رود و در بحث‌های سیاسی ما شرکت نمی کند. پیراشکی هم نمی خورد. گلهای شیراز او را دوست ندارند و نگاهش نمی کنند. کسی که با ماشین و راننده بیاید و برود، کسی که اهل بحث و داد و فریاد و هروکر نباشد، تافته‌ای جدا بافته از ماست و متعلق به طایفه‌ای دیگر است. هر نیم ساعت 10 دقیقه وقت استراحت داریم. گل مریم گوشه‌ای می‌نشیند و کتاب می‌خواند. وقت خواندن تون تون مژه می‌زند و گوشه ناخنش را می‌جود. لاغر و رنگ پریده است و چشم‌های درشت سیاه و مژه‌های بلند دارد. خوشگل است و خوشگلیش از نوعی مخصوص است. انگار نیمه اروپایی است، نیمه فرانسوی، نیمه روس. اسم خوبی رویش گذاشتند.
پوستش به سفیدی گل مریم است و برخلاف گلهای شیراز بوی خوب می‌دهد. مادام یلنا عاشق اوست و نمی‌فهمد چرا حاضر به شرکت در کنسرت رقص نیست. دلم می‌خواهد سر از کارش در بیاورم. زیاد ساکت است، زیادی تنهاست. با خودم میگویم باید با این دختر دوست شوم و به 1001 بهانه سر صحبت را با او باز کنم. اما چطوری؟ سر ساعت میآید و سر ساعت میرود. شماره تلفن و آدرس خانه‌اش را کسی نمیداند. اما متوجه شدم که نسبت به حرفها، شوخیها و قصه های خنده‌داری که تعریف می‌کنم بی تفاوت نیست. خنده‌اش را قورت می‌دهد و کتابش را جلوی صورتش می‌گیرد. به دلم افتاده که این دختر به زودی در باغ سبز را نشان خواهد داد. حدسم درست است. سر چهارراه پهلوی منتظر اتوبوس شمیران ایستادم که ماشینی جلوی پایم ترمز می‌کند. گل مریم کنار پنجره نشسته است و سرش را به علامت آشنایی تکان می‌دهد. این دختر بلد نیست لبخند بزند. تعارف می‌کند سوار شوم. از خدا می‌خواهم، راهمان یکیست. ما در محله محمودیه زندگی می‌کنیم و خانه او در سرازیری باغ فردوس است. 100 بار با دوچرخه از این سرازیری عبور کردم و او را ندیدم. گمانم پایش را از خانه بیرون نمی‌گذارد. دختر و پسرهای هر دو محله با من رفیق و آشنا هستند. همایون و پرویز پسرهای خوش قیافه و معروف محله باغ فردوسند. نشانیشان را می‌دهم. میگوید نه نمی‌شناسم و اخم می‌کند. میگویم من و پسردایی‌هام و چند تا از گلهای شیراز بعد از ظهرها دوچرخه سواری می‌کنیم. از باغ فردوس راه میافتیم، از روی تپه‌های الهیه و بیابان‌های اطرافش میانبر میزنیم تا پل رومی میرویم و برمیگردیم. سکوت میکند. توی جیب لباسش دنبال چیزی میگردد. ماشین بغل دستی بوق میزند. پر از پسرهای لاغر بدقیافه است. به من و گل مریم نگاه میکنند و میخندند. دستهایشان بیرون پنجره است. سیگار میکشند و به سمت ما فوت میکنند. گل مریم خودش را عقب می‌کشد و روی شانه راننده‌شان می‌زند و از او می‌خواهد تندتر براند. پسرها برایمان سوت می‌کشند و دست تکان می‌دهند. گاز می‌دهند، دور می‌شوند و به سراغ ماشین جلویی می‌روند. می‌پرسم: می‌خواهی با ما بیایی دوچرخه سواری؟ می‌گوید: نه، پدرم اجازه نمی‌دهد و سرخ می‌شود. می‌پرسم: سینما چی؟ سینما بهار سر پل تجریش، فیلم آمریکایی نشان می‌دهد. سرش را تکان می دهد. نمی داند سینما بهار کجاست و نمی داند دنیا دست کیست. می گویم کاری ندارد، به پدرت نگو. مبهوت نگاهم می کند. انگار بدترین حرف دنیا از دهانم خارج شده است. توضیح می دهد که پدرش بهترین پدر دنیاست و سختگیری هایش درست است. در عمرش به او دروغ نگفته و نخواهد گفت. دوچرخه هم ندارد. نمی خواهد هم داشته باشد. پسرهای محله‌اش پررو و احمقند. تپه‌های الهیه خلوت و خطرناک است. پر از آدم‌های دیوانه و مردهای شرور است. این کلمه را دوست دارد و آن را دوبار تکرار می‌کند. میگویم میل خودت است. ما می‌رویم و خیلی هم بهمان خوش می‌گذرد. خانه ما نرسیده به ایستگاه محمودیه بر خیابان پهلوی است. نشانش می‌دهم. از گوشه چشم نگاه می‌کند. شاید انتظار دارد دعوتش کنم. نه، حوصله‌اش را ندارم. این دختر از قماشی دیگر است. زیادی محتاط و ترسوست. گلهای شیراز از در و دیوار بالا می روند. عاشق زندگی‌اند و آرزوهای بزرگ دارند. شهر شلوغ است. صدای داد و فریاد می آید. صدای بوق سرسام‌آور ماشین‌ها. گروهی به نفع دکتر مصدق شعار می دهند. مادام یلنا در ورودی را می‌بندد و اجازه نمی‌دهد کسی خارج شود. پدر و مادرها زنگ می‌زنند و سراغ دخترهایشان را می‌گیرند. هیچ کس از رفتن ما به کلاس رقص و ولگردی در خیابان‌ها، آن هم در این روزها و این شرایط راضی نیست. حرفها و تهدیدها کاری از پیش نمی‌برد. کنسرت گل‌های شیراز اتفاقی مهم است و باید در آن شرکت کنیم. گل مریم منتظر ماشین و راننده است و از جواد آقا راننده خبری نیست. به پدرش تلفن می‌کند و می‌فهمد که راه شمیران به شهر بسته است. چاره‌ای جز صبر کردن ندارد. می‌ترسد. نگران است و خودش را به من و دخترهای دیگر نزدیک می‌کند.
هر کار ما بکنیم او هم خواهد کرد. مادام یلنا رادیوی اتاقش را روشن می کند. می شنویم که در میدان بهارستان تیراندازی شده و چند نفر زخمی شدند. شاید هم کشته شدند. شاهی ها به ما توف می کنند و نزدیک است دعوایمان شود. میترا گل میخک از توی کیفش روزنامه‌ای بیرون می کشد. پر از عکس های دکتر مصدق است. آن را لوله می کند و محکم توی سر پریوش می کوبد. پریوش طرفدار شاه است. از فرصت استفاده می کند و لگدی محکم به قوزک پای گل مریم می زند. من به طرفداری از گل مریم یقه‌اش را می چسبم و هلش می دهم. مادام یلنا دستهایش را به هم می کوبد و دستمال توریش را در هوا تکان می دهد. داد می کشد. ساکت! و از شدت عصبانیت به سرفه می افتد. در پایین را می کوبند. جواد آقا راننده گل مریم است. ماشینش را جایی دور نگه داشته و پیاده آمده است. گل مریم به مادام یلنا می گوید که من را می رسانند. به مادرم تلفن می کنم. می گویم که تنها نیستم و جای نگرانی نیست. مادرم با جواد آقا حرف می زند و یک خروار سفارش می کند. سر و صداها خوابیده و خیابان اسلامبول آرام است. تا ماشین گل مریم راه درازی در پیش داریم. پیاده راه می افتیم. پیراشکی فروشی خسروی بسته است. بیشتر مغازه ها کرکره هایشان را پایین کشیدند. تند می کنیم و نرسیده به چهارراه لاله‌زار دوباره گروهی با چوب و چماق سوار بر کامیون یا پیاده راه را بند می آورند. جلوی سینما مایک هستیم. جواد آقا می گوید بدوید توی سینما. من و گل مریم را می چپاند توی راهروز و 3 بلیط می خرد و می آید. سینما شلوغ است. جا برای نشستن نیست. فیلم شروع شده است. کورمال جلو می خزیم و ردیف آخر پشت به دیواری می ایستیم. بیشتر تماشاچی ها ایستادن و علیه انگلیس شعار می دهند. فیلمی سیاسی است، درباره زندگی چرچیل است. هنرپیشه‌ای که نقش چرچیل را بازی می کند شبیه خوک است. نشسته پشت میز و غذا می خورد. تکه های بزرگ گوشت را می برد و جلوی سگش می اندازد و این در حالی است که مردم انگلستان گرسنه‌اند. تماشاچی ها مشت های گره کردهشان را در هوا تکان می دهند. فریاد یا مرگ یا مصدق سالن سینما را می لرزاند. گل مریم می لرزد. دستم را محکم چسبیده است. می بیند که من و جواد آقا هم شعار زنده باد مرده باد می دهیم و نمی داند چه کار کند. ترسو و خجالتی است و جرأت اینجور تظاهرات را ندارد. صندلی خالی پیدا می کند و می نشیند. پاسبانها سوت می کشند. می آیند توی سالن. چراغ‌ها روشن می شود. فیلم را قطع می کنند. مردم اعتراض می کنند. نزدیک از کتک کاری شود. جواد آقا دست من و گل مریم را می گیرد و می آییم بیرون. لب‌های گل مریم سرخ شده و صورتش عرق کرده است. نگران پدرش است و برای رفتن به خانه عجله دارد. حرف مادرش را نمی زند. به عکس‌های هنرپیشه‌ها، به آدم‌ها، به هر چه که اطرافش است با ترس و حیرت نگاه می کند. زنها به او تنه می زنند و بچه‌ها پایش را لگد می کنند. بلد نیست از خودش دفاع کند. بلد نیست با زور و فشار از آدم‌ها جلو بزند یا جواب متلک و نیشگون بچه لاتی را بدهد. گل‌های شیراز سوزن‌های بلند دارند و اگر مردی جرأت کند دست به بازو یا کمرشان بزند به گوشت تنش فرو می‌کنند. عصر پرماجرایی است. هوا رو به تاریکی است. به زودی شب خواهد شد و من در فکر برنامه شبانه و رفتن به سر پل تجریش هستم. پاتوق من و دوستانم جلوی بستنی فروشی ویلاست. به گل مریم میگویم میتواند با ما بیاید. کجا؟ با کی؟ سرش را تکان میدهد. میگوید نه پدرم تنهاست. وقتی میرسیم و سوار ماشین میشویم باز تکرار میکند که پدرش دوست ندارد او با آدمهای غریب معاشرت کند. دوست ندارد کسی مزاحم زندگی آرام آنها شود. دوست ندارد وقتش را بی خودی تلف کند. و. تمام راه از شهر تا شمیران از این پدر میگوید. هیجان زده و کلافه است. اتفاقهای امروز برایش تازگی دارد و حرارت بدنش را بالا برده است. دستش داغ است و نفس میزند. زبانش باز شده و میخواهد تا به ایستگاه محمودیه نرسیده ایم زندگیش را برایم تعریف کند. خودش که زندگی جالبی ندارد. حرفها همه درباره پدرش است.
این پدر که بهترین پدر دنیاست دکتر طب است، اما سالهاست در مطبش را بسته و کسی را نمیپذیرد. از اول هم از کار طبابت بدش میآمده، میخواسته فلسفه بخواند، اما پدرش مخالفت کرده است. سالها در خارج بوده، در فرانسه، سوئیس و بلژیک زندگی کرده است. چند تا زبان بلد است و هزار تا کتاب خوانده است. از پاریس که برمیگردد، طبقه بالای خانهشان را تبدیل به مطب می‌کند. اما اتفاقی بد برایش می‌افتد، خیلی بد. یکی از مریضهایش که دختری جوان است، بیماری روانی دارد و غذا نمی‌خورد. خوابش نمی‌برد، همه‌اش گریه می‌کند. یک شب تمام قرص‌های اعصابش را می‌خورد و می‌میرد. آقای دکتر دیوانه می‌شود. خودش را سرزنش می‌کند، عزا می‌گیرد، در مطب را می‌بندد و خانه نشین می‌شود. هر شب خواب این دختر را می‌بیند. به نظرش می‌رسد که صدای او را می‌شنود و با روح او رابطه دارد. یکی از قوم و خویش‌ها مردی را می‌شناسد که احضار روح می‌کند. او را می‌آورد و روح دختر را احضار می‌کند. دختر می‌گوید که حالش خوب است و در جایی عالی است. باورم نمی‌شود. در خانه ما کسی از این حرف‌ها نمی‌زند. حسن آقا به جن و پری اعتقاد دارد، اما برادرم مسخره‌اش می‌کند و من قصه هایش را جدی نمی‌گیرم. می‌پرسم مگر روح حرف می‌زند؟ می‌گوید البته که حرف می‌زند، علامت می‌دهد، ازش سوال می‌کنی جواب می‌دهد. گیج شدم. می‌پرسم چه شکلی؟ تو از کجا می‌فهمی؟ می‌گوید میز تکان می‌خورد، می‌چرخد، چراغ اتاق خاموش و روشن می‌شود یا دری به هم می‌خورد. هزار تا اتفاق می‌افتد. نمی‌توانم جلوی زبان و کنجکاویم را بگیرم. تمام حرف‌های این دختر درباره پدرش است. مادرش کجاست؟ می‌گوید مادرم مرده، تصادف ماشین کرده است. همین. سکوت می‌کند و غمی بزرگ توی صورتش می‌نشیند. دلم می‌گیرد. خوشحالم که تا چند دقیقه دیگر می‌رسیم و پیاده خواهم شد. مادرم جلوی در خانه ایستاده و با نگرانی به ماشین‌ها نگاه می‌کند. می‌دانم که دیر کردم و تنبیه خواهم شد. تنبیه من در این سن و سال ماندن در خانه و محروم شدن از رفتن به سر پل یا دوچرخه سواری با بچه‌های محله است. 2 هفته بعد گل مریم من را به خانهشان دعوت می‌کند. بروم، نروم. دل به دریا می‌زنم. کنجکاوم. می‌خواهم این بهترین پدر دنیا را از نزدیک ببینم. غروب آن روز گل مریم با ماشین و راننده دنبالم می‌آید. ماشین جدید خریدند. کادیلاک سیاهی است که شبیه به ماشین شاه یا کسی خیلی مهم و مرموز است. شیشه پنجره‌هایش خاکستری است و از بیرون نمی‌شود داخل آن را دید. نمی‌دانم آقای دکتر از کی می‌ترسد و چرا می‌خواهد پشت پنجره‌های خاکستری نامرئی باشد. گل مریم به من گفته که پدرش سالی 1 بار هم از خانه بیرون نمی‌رود و کسی هم به دیدنش نمی‌آید. کارهایش همه دست جواد آقاست. زندگیش بعد از خودکشی آن دختر جوان و تصادف مادرش عوض شده است. به خصوص بعد از ماجرای احضار روح. میگوید پدرم دکتر است. بیشتر عمرش در خارج بوده. در فرانسه. همیشه علمی و منطقی فکر میکرده. مثل فرنگی ها. تا وقتی که روح مادرم حاضر شد و میز را تکان داد. میرسیم. همایون و پرویز پسرهای مهم و خوشتیپ باغ فردوس اول سرازیری ایستادند. با گل مریم همسایند. با من آشنا هستند و از دور سلام میکنند. از گل مریم میپرسم اینها را میشناسی؟ سرش را تکان میدهد. نگاه نمیکند. میگویم همینجا زندگی میکنند. 2 تا خانه آنورتر. عضو گروه دوچرخه سواری ما هستند. گل مریم پیاده میشود. جواد آقا در خانه را برایش باز می کند. می رود تو و نگاه به پشت سرش نمی اندازد. پسرها خودشان را به من می رسانند. گل مریم را می شناسند و می دانند که محل سگ به کسی نمی گذارد. به خصوص به آن 2 نفر. می پرسند تو اینجا چه کار می کنی؟ باهاش دوستی؟ با این کوه یخ؟ همایون می گوید من ازش بدم نمی آید. دلم می خواهد خیتش کنم. دماغش را بسوزانم. پرویز میگوید بهش بگو بیاید دوچرخه سواری. جواد آقا دم در منتظرم است. میروم تو. خانه گل مریم برعکس خانه ما ساکت و نیمه تاریک است.
دور تا دور حیاط کاجهای بلند کاشتند و دیوارها پوشیده از پیچک‌های نیمه خشک است. آب حوض رنگ بدی دارد. انگار سالهاست آن را عوض نکردند. پر از ماهی‌های بزرگ است. ماهی‌های خاکستری. از آنها که در بازار می‌فروشند. گل مریم صدایم می‌زند. توی سرسرا پای پله‌ها ایستاده است. سمت چپ اتاق پذیرایی و سالن غذاخوری است. روی مبل‌ها ملافه‌های سفید انداختند. انگار صاحب خانه در سفر است یا خانه را برای فروش گذاشتند. دلم می‌خواهد چراغ سرسرا را روشن کنم یا پرده پنجره‌ها را کنار بزنم. با خودم می‌گویم اینجا خانه ارواح است. اگر دری به هم بخورد یا چراغی خاموش و روشن شود فرار می‌کنم. گل مریم برای دیدن پدرش عجله دارد. از پله‌ها بالا می‌رویم. در اتاق پدرش بسته است. گل مریم آهسته چند ضربه به در می‌زند. صدایی نمی‌آید. انگشتش را به نشانه سکوت روی لبش می‌گذارد. توی گوشم می‌گوید خوابیده. می‌خواهیم برگردیم که صدای سرفه آقای دکتر به گوشمان می‌رسد. صدایی خواب‌آلود می‌گوید بیا تو عزیزم. عزیزم؟ حرفی که تا به حال از دهان پدرم نشنیدم. دلم می‌خواهد برگردم. این حرف‌ها و رابطه‌ها برایم ناآشنا هستند. ناراحتم. دست و پا چلفتی و معذبم. بلوز و شلوار پسرانه پوشیدم و کفش‌هایم خاکی است. مطمئنم که آقای دکتر از من خوشش نخواهد آمد. گل مریم خوشحال است. دستهایش را دور گردن پدرش حلقه می‌کند و روی زانویش می‌نشیند. می‌گوید بفرمایید این هم از دوست من گل لاله و بلند می‌خندد. آقای دکتر صورتی مهربان و چشم‌هایی پف کرده دارد. لباس خانه پوشیده. بلوز و شلوار ابریشمی سرمه‌ای با یقه زرد رنگ. اتاقش بوی ادکلن و سیگار برگ می‌دهد. لیوان ویسکیش نیمه پر است. خودش هم نیمه خواب و نیمه مست است. همه جا پر از کتاب و مجله است. از زمین تا سقف اتاق. کتابخانه، 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 4 طرف دیوارها. روی میز پای تخت عکسی بزرگ از دکتر مصدق توی قاب است و چند عکس کوچک و متوسط از زنی جوان در قاب‌های نقره‌ای. شبیه گل مریم است. همان چشم‌ها، همان دماغ ظریف، همان نگاه جدی سرد. گل مریم میگوید بیا این یکی اتاق را ببین. این یکی اتاق شبیه موزه است. از کتاب خبری نیست. اما تا چشم کار می کند روی میزها و توی قفسه های شیشه‌ای انواع ساعت‌های قدیمی، سنگ‌های بزرگ و کوچک، کریستال‌های رنگی، عطردان‌های شیشه‌ای، سکه‌های خارجی و پیپ‌های مختلف چیدند. 100 جور پیپ و چپق و چوب سیگار. یک قفسه هم پر از صفحه‌های قدیمی است. گل مریم میگوید پدرم عاشق کتاب‌های پلیسی و موسیقی است. برای همین است که از خانه بیرون نمی رود. میپرسم تو چی؟ تو هم دوست داری بمانی خانه؟ شانه‌هایش را بالا می اندازد. میگوید دیدی که بیرون چه خبر بود. یک مشت چماق به دست لات نزدیک بود کتکمان بزنند. نمیخواهم پدرم را تنها بگذارم. دوستش دارم، با هم کتاب میخوانیم، با هم حرف میزنیم، بهمان خوش میگذرد. میگویم یک دفعه بیا دوچرخه سواری یا سینما. سینما ایران توی لاله‌زار، سینما رکس، بهترین فیلم ها را نشان می دهند. شبهای جمعه سر پل تجریش نمیدانی چقدر خوش می گذرد. نگاه هم می کند. حرف نمی زند. نه، پدرش را تنها نخواهد گذاشت. محال است. این را از نگاه سرد و قیافه عبوسش می فهمم. شام را در اتاق پدرش با او می خوریم. میزی کوچک با 3 تا صندلی گوشه اتاق است. آقای دکتر گیاهخوار است. سالاد و سبزیجات پخته می‌خورد. شام من و گل مریم ماهی پخته با سیب زمینی آبپز است. گمانم از همان ماهی‌های توی حوض باشد. بدون نمک بیمزه. ننه خانومی هم هست که ظرف‌ها را می‌آورد، می‌برد و غر می‌زند. آقای دکتر داستان‌های شیرین از دوران تحصیل و جوانیش در فرانسه برایمان می‌گوید. گل مریم که مطمئنم 100 بار این داستانها را شنیده است، با دقت و لذت گوش می دهد
و بلندتر از من میخندد. برنامه آن شب بعد از شام تماشا کردن آلبوم عکس هاست. عکس های آقای دکتر در شهرهای مختلف دنیا با چتر و کلاه و بارانی جلوی کلیسا، با لباس شنا لب دریا، با کت سیاه بلند و فکل و پیراهن رسمی، دست در بازوی زنی موطلایی، سوار دوچرخه، سوار اسب، در پارک، در باغ وحش، در موزه، خوابیده، ایستاده، نشسته و غیره. گل مریم با این عکس‌ها سفر می‌کند. آدم‌هایی را که کنار پدرش ایستادند می‌شناسد. این پروفسور ژان میشل لاتور است. شهردار محله 6 است. این یکی مادام ژاکلین مرسیه است. استاد شیمی است. این یکی ژاک است. هنوز زنده است. مقیم آمریکاست. این یکی مرده. این یکی نیمه جان است. این یکی گم شده. این یکی 3 بار ازدواج کرده. این یکی 8 تا بچه دارد. این یکی. بعضی وقتها گل مریم مکث می کند. اسم آدم یا جایی را عوضی می گوید و آقای دکتر دنباله حرف او را می گیرد. با هم حرف می زنند، به هم نگاه می کنند و متوجه نیستند که من بدبخت سرم باد کرده و ماجرای مرگ و زندگی آدمهایی که نمی شناسم برایم جالب نیست. آن هم آدمهای 50 سال پیش که بیشترشان مردند. تشنه و گرسنه‌ام. شامی که خوردیم 2 لقمه بیشتر نبود. سرد و بی‌نمک. شکمم قار و قور می کند. سرم باد کرده. گوش نمی دهم. آقای دکتر چشم از صورت دخترش بر نمی دارد. گهگاه موهای او را نوازش می کند یا دست به گونه و شانه‌اش می کشد. خمیازه می کشم. حوصله‌ام سر رفته. از این همه عکس و خاطره خسته شدم. گلهای شیراز همین الان سر پل تجریش سرگرم خوردن بلال و بستنی‌اند. شاید هم رفتن به تماشای فیلمی پرماجرا یا برای 100مین بار عاشق شدند و خوشند. بیرون از این خانه جنگ است، تیراندازی است. عروسی دختر شوکت خانم است. کنسرت رقص مادام یلنا است. دنیای آدم‌های واقعی است، آدم‌های زنده. بلند می‌شوم. به ساعتم نگاه می‌کنم. می‌گویم دیر شده، باید بروم. گل مریم هنوز 10 عکس برای نشان دادن و 1000 جور حرف برای گفتن دارد. حرفهای پدرش. می‌بیند که بد اخلاق و کلافم و می‌فهمد که برای آن شب همان یک شب تماشای آلبوم عکس‌ها کافی است. می‌گوید 1 هفته دیگر جلسه احضار روح داریم. می‌توانی با پدر بزرگت یا روح هر کسی که خواستی حرف بزنی.